بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، برادران و خواهران گرامی، این پیام ما را به دیگران رسانید بسیار مهم است که بسیار یک مصیبت در بین مسلمان ها، در بین خاصتا تاجیکای ما و مسلمانای ما منتشر شده است، پهن شده است که بعضی از بنام الله خود را میگیرند یا که طالب علم میگویند خود را انسان های جاهل بی سواد در مسئله ربا در دار الحرب یا که دار الکفر جایز میدانند و ربا را حلال میشمارند. مسلمان با دیگران در دار الکفر یا دار الحرب معامله کند، با پرسنت معامله کند، با بانک ها معامله کند. در این مسئله امام ابو حنیفه و محمد ابن حسن شیبانی همچون استناد به دلیل های ضعیف کردن، قول های ضعیف و دلیل های ضعیف برای امقا اجتهاد کردن و خطا کردن. برادر گرامی، این قول اهل علم است درباره اینها، نه قول من، قول اهل علم است که دربارش میگوید. بعد یک دیگر آگاهی دیم که بعضی برادرها برای خود فتوا میکوبند. خیلی انسان ها وقتی حقیقت که انسان فهمید بعد حقیقت پیروی کند، نه اینکه یک کس پرسید، دو کس پرسید، سه کس پرسید به فتوا را به دل خودش نیافت بعد کافتکاو میکند و بعد میکوبد یگان انسانی که وای برای او فتوای همون چیزی که حرام است او را جایز داند و بعد فتوای همو را میگیرد و برای خودش همشون دلیل گفته گویا که وای فتوا داد وای گناهگار است روز قیامت. نه برادر گرامی، تو وقتی که حقیقت فهمیدی که همین چیز حرام است و رفتی از یک دو کس و سه کس پرسیدی گفتن حرام است، رفتی از یک کس پرسیدی که برای تو حلال گفت، این معنا دارد که تو گناهگار نیستی. نه، تو گناهگاری روز قیامت جواب میدی و چه که میخری حرام است هم تو جواب میدی، همون انسانی که برای تو فتوا دادگی است روز قیامت جواب میدی هر دو تا. برادر گرامی، برای کسی که دل بیمار دارد و میکاو جستجو میکند برای خودش فتوای مناسب برای همون کارش، این انسان دل بیمار دارد. برای همین الله هدایت کند همه را، ما و شما را. برای برادر گرامی، همون چیزی که حقیقت است همون را پیروی کنید، نه اینکه برای خود فتوا کوبید. امام ابو حنیفه و محمد ابن حسن شیبانی اجتهاد کردند. عالمی که اجتهاد کرد و خطا کرد و اجر میگیرد، اجر برای کوشش تلاشش اجر میگیرد. نه که وقتی که خطا کرد در مسئله باید پیرویش نکنند. خیلی که امام ابو حنیفه خودش امر کرده است که مرا پیروی نکنید در حالی که من خطا کرده که اگر که حدیث صحیح شد مذهبی من است، سخنی مرا ببینید که از کجا گرفتم، در خلاف قرآن و سنت باشد در دیوال بزنید. برای همین این انسان ها نگاه نکردند و فتوا دادن برای مردم و فتوا میدهند که ربا جایز است حتی در دولت هایی که در جای مسلمان نشین است. تا این درجه حدود الله گذر کردند، خلاف قرآن کردند، خلاف سنت کردند، حدیث های پیغمبر، خلاف اجماع سه مذهب کردند، از جمله امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و ای جمله امام ابو یوسف. برای همین خیلی که الله عز و جل میگوید اگر که خلاف شد به کجا میگردیم؟ به قرآن و سنت میگردیم. الله عز و جل میگوید در سوره نساء 59 آیت: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. الله عز و جل چی میفرماید؟ اگر درباره چیزی، درباره چی مسئله‌ای کشماکشی یا کنیزا کردید، آن را به حکم الله، به سوی الله یعنی به آیه قرآن و با پیامبرش و حدیث های پیامبر برگردانید، بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این رجوع به قرآن و سنت برای حل اختلاف بهتر و پایانش نیکوتر است برای هر یک کس. برای همین برادران گرامی در مسئله اختلاف شد به قرآن سنت برمیگردیم. و قرآن سنت چی میگوید؟ قرآن سنت میگوید که حرام است، ربا در همه جا حرام است. و برای شما خلاصه درباره ربا سخن میزنیم که ربا حکم ربا را میگوییم. بعد اون دلیل هایی که در مذهب امام ابو حنیفه آورده اند، آنها را هر یک تنها را آورده به آنها پاسخ میگردانیم. دلیل ها برای حرام بودن ربا، خیلی که الله عز و جل میفرماید و ربا را حرام کرد، در عموم حرام کرد، در کجای نباشد، در کدام زمانی و کدام مکانی. و خیلی که الله عز و جل با سوره بقره 78 آیت میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله چی میفرماید؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید، از الله بترسید، پرهیز کنید، از الله بیم داشته باشید و آنچه را از ربا باقی مانده است رها کنید، ترک کنید اگر ایمان دارید. پس اگر
چنین نکردید، به الله و فرستاده اش به جنگ برخاسته اید. بین به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید اصل سرمایه شما از آن خودتان است، نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود. الله چی میگه؟ از الله بترسید و ربا را ترک کنید. اگر شما ایمان دارید، اگر شما مؤمن هستید، اگر که ترک نکنید، جزاش چی است؟ شما به الله و فرستاده اش به جنگ برخاسته اید. یعنی که کسی که ربا سر و کار میند به الله و رسولش جنگ اعلان کرده است و کسی که به الله و رسولش جنگ اعلان میکند ضروری و حتمی است که وای در زیان و خسارت است. باز الله عز و جل چی میگه؟ سوره بقره 75 76 آیه الله چی میفرماید؟ کسانی که ربا میخورند در زندگیشان برمیخیزند مگر برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس دیوانه و پریشان حالشان میکند و تعادلی خود را از دست داده است. این آسیب بدان سبب است که گفتند چی گفتند؟ که خرید و فروش مانند ربا است، در حالی که الله عز و جل خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر کسی که موعظه از پروردگارش به او رسید و از ربا خوری خودداری کرد، آنچه در گذشته به دست آورده مال اوست و کار او به الله واگذار می شود. اما کسانی که به ربا خوری بازگردند آنان اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه می مانند. الله عز و جل ربا را نابود می کند، برکت او را نابود می کند، برکت پول را نابود می کند به سبب ربا، ولی صدقه ها را افزایش می دهد و الله هیچ انسانی ناسپاس و کافری گناهگاری را دوست نمی دارد. و الله عز و جل چه پیغمبر در حدیث دراز می گوید رباخور روز قیامت در گور عذاب می بیند، در گور هم عذاب می بیند و روز قیامت هم عذاب می بیند برای خوردن حرامش. و با چه پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم از جابر رضی الله عنه می فرماید لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء. حدیث در امام مسلم است 1598. جابر می گوید که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم لعنت گفته است اون کسی که ربا را می خورد، رباخور لعنت گفته است و اون کسی که ربا می دهد و اون کسی که همون دگواری که عقد آنها را می نویسد و اون کسی که شاهدی می دهد، همه این 4 نفر را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم لعنت گفته است. رباخور و کسی ربا می دهد و کسی ربا می خورد و کسی که می نویسد همون دگواره و کسی که شاهد است در همون جا. پیغمبر چی گفت؟ همه آنها برابرند در گناه. امام نووی حکایت کرده است در مجموعش که همه مسلمانان اجماع کردند که ربا حرام است و یکی از گناههای کبیره است و انسانی که ربا میخورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید فکل جسد نبت من حرام فالنار اولی به. هر یک جسدی که بدنی که از مال حرام می سبزد می روید، از مال حرام می خورد و بدنش می سبزد و می روید، پس آتش برای او اولاتر است. ای در آتش می سوزد. ای برادر از الله بترس و ربا سر و کار نکن که یکی از ربا از گناههای کبیره است. باز الله عز و جل چی میگه درباره اون انسان هایی که همون یک سخن یک عالم خود را، سخن یک ملای خود را میگیرند؟ الله چی میگه؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. چی کار کردند؟ درباره یهودا گپ میزنه الله. احبار عالما، یعنی که مردم یهود عالمای خود را و همون عابدای خود را، رهبانهای خود را همچون اله، همچون ارباب، همچون پروردگار و اله گرفتند از غیر خدا. چه خیلی اله گرفتند؟ آنها را به آنها سجده کردند، آنها را چی؟ عبادت کردند، سجده کردند؟ نه، آن چیزی که برای آنها همون عالماشون و آن عابداشون، رهباناشون حرام حلال کردند و حلال حرام کردند، آنها را پیروی کردند. پس در این مسئله، در این معنا دارد که آنها را عبادت کردند. چه پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث میگوید. برای همین برادرها به قرآن و سنت برگردید که پیروی از عالم به دلیل و ترک کردن قرآن و سنت این خودش یک جرم بزرگی است. این معنا دارد گویا که تو همون عالم به جای الله و رسولش قبول کردی و گپی او را از قرآن و سنت بالا دانستی. از الله بترس. جستجو نکن ای برادر برای فایده بری در دنیا. جستجو نکن انسانی را که به طرف فتواتیت یا قولی شاذ و قولی ضعیف در همون مسئله بیارد و تو او را پیروی کنی، بعد آنی که تو دانستی که این کار تو میکنی حرام است، پس برای خود دلیل فتوا نکاب که روز قیامت جوابگری دارد و جواب میتی. گمان نکن که
من از این پول، از این ربا پرسنت فایده میکنم، برای من برکت و فایده زیاد میشود. نه برادر گرامی، الله تو را، فرزندات به یک مصیبت و بیماری دچار میکند که از اون بیماری خلاص شدنی نیست، از اون بیماری راه خلاصی نیست. همه پول تو در اون صرف میکنی و از اون بیماری شفا نمییابی. برای همین برادر گرامی پول حلال کار کن، پول حلال بخور، فرزندات حلال بخورم برادر گرامی که الله برکت در پول و مالت. و چه خیلی در از شرط گذاشتگی است امام ابو حنیفه که همون ربا فرض کردیم. همون قول امام ابو حنیفه چی است؟ حتی اونها قول امام ابو حنیفه را پیروی نمیکنن و یا که نمیدونن اصلا. امام ابو حنیفه شرط میشیناند که همون ربا در کجا باشد؟ در دارالحرب باشد. بعضی اهل علم دارالحرب از دارالکفر فرقیت میکنن، جدا میکنن. دارالحرب همون دولتی که به تو در جنگ است، دارالحرب میگن. شرط همین است که همون عقد در همون چی باشد؟ در زمین آنها در دارالحرب باشد، در زمین کافران، اون کافرایی که تو با آنها جنگ کرده ایستاده ای. دوم که همون مردمانی که تو در اونجا ربا سر و کار میکنی با ربا، اونجا چی باشد؟ دارالحرب باشد، بین آنها و بین مسلمان ها جنگ باشد. انا شرط دوم. شرط سوم همین است که با موافق سخن امام ابو حنیفه که مسلمان در همونجا ربا گیرنده ربا باشد، نه اینکه ربا دهد برای بانک، پرتند دهد برای بانک. برعکس باید از کافرا گیرد، از کافرا ربا گیرد، نه اینکه با کافرا ربا دهد. این شرط هایی که امام گذاشته است که این شرط هم باطل هستند، خطا هستند. خیلی که روی قرآن سورت ما میگیم کتاب مبسوط 14 56 این قولی کی بود؟ قولی امام ابو حنیفه و چی و محمد حسن شیبانی و جمهور علما، از جمله امامان امام مالک، امام شافعی، امام احمد و ابو یوسف از مذهب امام ابو حنیفه میگویند که ربا حرام است بین مسلمان و مسلمان و بین مسلمان و کافر در دیار اسلام و همچنین در دیار کفر و دیار حرب حرام است. خیلی که ابن قدامه المقدسی رحمه الله میگوید حرام است ربا در دار الحرب همون گونه حرام بدنش در دار الاسلام. و با این قول کی گفته است؟ امام مالک و امام اوزاعی و امام ابو یوسف و امام شافعی و اسحاق ابن راهوی و امام احمد ابن حنبل که حرام است، حرام است، حرام است، فرقیتی ندارد. و دلیلش خیلی بالا گفتیم. و چه خیلی میفرماید من زاد او ازداد فقد اربا، کسی که زیادتی میگیرد یا که زیادتی میدهد هر آینه او چی کرده است؟ او به ربا سر و کار داشته است، او به پرتین سر و کار داشته است. این عام است در همه حالت. ربا هم یگان دلیل نیست که خاص کند که ربا بین مسلمان و مسلمان حرام باشد و بین مسلمان و کافر حلال باشد در دار الکفر. یگان در دار الحرب یگان دلیل نیست که این خاص کند. خیلی که حرام در دار الاسلام است، همه خیلی دیگر حرام در دار الحرب است بین مسلمان و بین کافر. و همه خیلی دیگر در کتاب مغنی 4 مجلد 47 صفحه همه خیلی دیگر میگوید کسی که به زمینی دشمن به امان درآمد به واسطه آرامی و آسایشتگی به جنگ درآمد، هرگز آنها را باید خیانت نکند در مالشون. در زمین دشمن که درآمد آنها را باید به آرامی و آسایشتگی و امان آنها را باید خیانت نکند در مالشون، نزد مالشون، و آنها را معامله به ربا نکند. و همه خیلی دیگر باز در مغنی میگوید که اما حرام بودن ربا در دار حرب خیلی کی ذکر کردیم درباره ربا که الله میگوید حرم الربا، الله ربا را حرام کرده است. و دیگر آیات ها این عام است، اخباری است که دلالت میکند به تحریم و حرام بودن ربا. عام است، عمومی هست در همه جا که در بر میگیرد ربا را در همه مکان، در همه جا و در همه زمان. کتاب امام ابن قدامه المغنی. و چه خیلی که امام نووی رحمه الله میگوید ربا در دار حرب چه خیلی که در دار اسلام است همون خیلی فرقیتی ندارد، یگان تغییرات در حکمش نیست. و با این قول امام مالک میگوید و احمد و ابو یوسف و دلیلشون همه آیات ها و حدیث هایی که آمدگی است درباره ربا که عام است. همه آن چیزی که در حرام است در دار الاسلام اون حرام است در دار الشرک. مثل چی نمود فاحشه های نباشد، زنا و عرقخوری و چی نمودی نباشد، چی نمود گناه نباشد در دار الاسلام و در دار الکفر در دار الشرک همش یک است، حرام است. برای چی؟ برای آنه که این عقدی چی است؟ عقدی فاسد است، پس روان نمی شمارد. همون چیزی که تو همون با اون عقد کرده ای همون بهتر حلال نمی شود. مثل نکاح، آیا نکاح در دار الحرب یک زنگیری به نکاح فاسد زنگیری درست نمی شود. این کتاب چی بود؟ امام نووی. برای همین برادرای گرامی ما باید پند گیریم و قولی صحیح در اینجا اختیار کنیم برای دنیامون و برای روز قیامتمون. و چه خیلی که گفتیم
ما دلیلای امام ابو حنیفه را میاریم، چی دلیل آورده است، پس یک تا به یک تا دلیل را پاسخ میگردانیم که برای شما واضح و آشکار شود دلیلش. یکم دلیلی که در مذهب امام ابو حنیفه میبرن این امون حدیثی است که امام مکحول از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده است. امام مکحول که میگوید لا ربا بین المسلم و حربی فی دار الحرب، میگوید که لا ربا نیست ربا بین مسلمان و بین حربی در دار الحرب. این دلیلش است، همین آورده است. این دلیل، این حدیث، اهل علم در این حدیث جواب دادن که این حدیث مرسل است، یعنی قول مکحول است، به پیغمبر رسیدگی نیست، از پیغمبرم نیست. مرسل که باشد، مرسل از یکی از قسم های ضعیف است. مکحول از تابعیا است، پیغمبر رسیدگی نیست. و المرسل گفتیم از قسم های حدیث ضعیف است. و همین طور امام شافعی ضعیف گفته است، امام ابن حجر ضعیف گفته است این حدیث، و امام نووی ضعیف گفته است، و دیگران خیلی از عالمان حدیث ضعیف گفته این حدیث ثابت نیست و حجت هم نمی شود. و امام نووی میگوید که پاسخ برای همون حدیث مکحول که این حدیث مرسل است، ضعیف است، فحجت در این حدیث نیست. امام کی میگه؟ نووی. بعد میگوید که اگر فرض کردیم که صحیح باشد، فرض کردیم که این ضعیف است، لیکن فرض کردیم صحیح باشد، پس چی معنا میدهد؟ معناش همین است که لا یباح الربا فی دار الحرب. این معنا دارد که لا ربا، لا کلمه نفی است، نفی بکند. معناش چی بشود؟ ای ربا جایز نیست، لا ربا جایز نیست بین مسلمان و حربی در دار الحرب. این معنا را میدهد. لا ربا، ای ربا جایز نیست، به معنای خیلی میشود با ربا درست نیست، جایز نیست بین مسلمان و بین حربی، به همین معنا میبیاد. یعنی که این حدیث هم معنا دارد که برعکس دلیل برای ماست زید آنها، به همین معنا میشود. اگر جمع کنیم بین همه دلیل ها، به همین معنا خیلی میگیم که لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نیست نماز، یعنی نماز درست نمیشوند تنها گذار در پس صف. همه خیلی دیگر همین معنا میشه. لا ربا، ربا درست نیست بین مسلمان و کافر در دار الحرب، به این معنا میاد. حتی همین دلیلش هم بر ضد خودش میشود، در حالی که این حدیث اصلا ضعیف است و اصلا این حدیث مرسل است و مرسل حدیث قسم ضعیف است و قبول نمیشود. سخن تابعی هم این سخن امام نووی در مجموعش. این یکم دلیل بود که از مکحول آورد. دیم دلیلش چی است؟ دیم دلیلشون امو حدیثی که درباره بنی قینقاع هست. همون وقتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بین قینقاع محاصره شو کرد، و وقتی که چی شد بعد آنها رو چی کرد؟ سیلکه شو کرد، حی شو کرد از همون جاشون. چی گفتن یهودا گفتن که ما قرض داده ایم برای مردم. وقتی پیغمبر چی شو کرد؟ خواست که آنها را از اونجا براند از جاشون. وقتی مخالفت کردن، پس پیغمبر چون گفت ما مردم قرض داریم. پیغمبر گفت تعجلوا او دعوا، شتاب کنید، قرضاتون بگیرید، یا که اینقدر قرضتون نه که مثلا یک مقدار معین پولتون ببخشید و پولتون بگیرید. و همین طور دیگر وقتی که بنی نضیر کرد، پیغمبر چون گفت مردم ما قرضدار است، باید پولت بگیریم بعد بریم. پیغمبر چی گفت؟ دعوا او تعجلوا، یعنی که یک مقدار معین بخشید، چونو بگویید که پول شتاب تید برای ما، پول شتاب برای ما بتید، پیش از وقتش بدهید. در همینجا امام سرخسی چی میگه؟ همین حدیثا دلالت میکنن به چی؟ که مثل همین معامله این ربا هست، که کلمه‌ای که پیغمبر گفت که بگذارید یک مقدار معین از پول او شتاب کنید، پولتون بگیرید، میگه که جایز نیست بین مسلمان ها. پس کسی که بالای کس قرض دارد و به یک وقت معین حق ندارد که چی؟ که بگه که بیا نیم میبخش، میتونه که از وقت تیزتر برای من پول بده، این جایز نیست. میگه این امام سرخسی میگه همچون دلیل یا. و عمر میگه این بد دیده میکاره، و زید بن ثابت و ابن عمر رضی الله عنهم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق مسلمانان این چی جایز نیست، در حق آنها جایز نیست. برای چی؟ برای که آنها در دار حرب بودن، اهل حرب بودن، یعنی که یهودا قطعشون یعنی که چی بودن؟ کافرها که بودن دار حرب اون وقت بود، در اون وقت. و برای همین آنها را چی کرد؟ رها کرد، یعنی که از همون جاشون رهاشو کرد، آزادشو کرد، حیشو کرد بگیم. پس معلوم میشود که جایز است بین حربی و مسلمان، آنچه که جایز نیست بین مسلمان ها. همین دلیل آوردن از اهل علم، با این دلیلشون جواب گردان، گفت که این دلیلی که آوردید، این دو حدیثی که آوردید، هر دو اینها ضعیف هستند، صحیح نیستند. یکمی که حدیثی بنی قینقاع که آوردید، اینا امام واقدی در مغازیش، کتاب مغازیش روایت کرده است، و حدیث بنی نضیر که در امام حاکم در مستدرک روایت کرده است، و امام دارقطنی در سننش و امام بیهقی در سننش. در همین حدیثا یک مردک نامش مسلم ابن خالد زنجی المکی که در همین حدیث راوی همین حدیث که امام بخاری چی گفته از دربارش؟ امام بخاری میگه که منکر الحدیث،
حدیث منکر است. و برای همین و امام ذهبی وقتی که همین شخص زنجی را وقتی که از پیش گشت و دربارش که چی کرد، گفت که امام ذهبی هم گفت که زنجی ضعیف است و عبدالعزیز لیس بثقه، و عبدالعزیز میگه چی آدم باوریناک نیست. و همین خیلیگر امام دارقطنی بعد که همین حدیث اخراج کرد چی گفت در امام دارقطنی گفت در اسنادش مسلم ابن خالد است. مسلم ابن خالد این انسانی است که حفظش خوب نیست، ضعیف است، این حدیث مضطرب است. ببینید که همین ده حدیثی که روایت کردن این هر دو حدیثا ضعیفند. اما درباره مسئله معروفی که در نزد فقها هست، مثلا انسان قرض میگیرد و من با یک کس قرض میدهم، بعد در همون در مثلا یک سال 6 ماه میشود و یا 7 ماه میشود میخوام قرض بگیرم، به همین پول احتیاج دارم، میگم ضع و تعجل، یعنی به همون انسان میگم که بیا همین قرض مرا بده، ما یک مقدار معین چه میبخشمت. همون مرد انسان اگر که راضی شید و همون قرض یک مقدار معین از اون میبخشم، پیش از وقت همون قرض ما بتی. در این مسئله میگه اختلاف کردن اهل علم، در جایز بدنش اختلاف کردن و در سری قولی که در این مسئله است این جایز است، میگه حتی بین مسلمانان هم جایز است و این ریبا نیست، این نمودهای ریبا نیست. این اصلا چخلی که در بالا امام سرخسی میگه و دلیل میبرن مذهب حنفی که این ریبا بود در وقت پیغمبر بود و پیغمبر کرده بود، این ریبا نیست اصلا. این در بین حتی بین مسلمانان هم جایز است این کار. بگذار و شتاب پول تبگی، ضع و تعجل، و از نمود ریبا هم نیست. برای همین به همین اساس این دلیلی که آوردن مذهب حنفی که گفت که جایز است ریبا بین مسلمان و حربی، این غیر صحیح است، درست نیست. این کار قرض میگیری، یک کس قرض میدهی و پیش از وقتش میخوای بگیریش، میگوی خشمه بخشمت، این جایز است بین مسلمانان هم جایز است، نه فقط بین مسلمان و کافر. این دلیل باطل میشود. دویم دلیلی که باطل میشود و امام از مذهب حنفی، امام ابن عابدین از فقیه های احناف جایز میدونه، همین معامله را جایز میداند. یعنی معنا دارد که این دلیلی که آوردن باطل است، این بین مسلمانان هم جایز است، این بر ریبا هم یگان تعلقی ندارد. امام ابن عابدین در حاشیه‌اش میگه 5 مجلد 160 صفحه. سوم دلیلی که آوردن این کیه؟ این چی است؟ این همون واقعه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوشتین میگیرد. با کی؟ رکانه، با رکانه گوشتین میگیرد. رکان یک پهلوانی در قریش بود. بعد خلاصه من خلاصش میگم برای که وقتی بسیار نگیرد و گوشتی میگیرد. پس وقتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم با او گوشتی میگیرد، خلاصه در گوشتین گیری و یگان کس یعنی که در گوشتین نزده بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک باری که میگیرد میزنش در گوشتین، شرط میکنن که اگر من تو را بزنم سه یکی گوسفندات میگیرم. یعنی که در اینجا پیغمبر هم خیلی میگه، همین حدیث دلیل میارد گوشتین گیری پیغمبر بر رکانه قطعی. بعد رکانه مسلمان میشود. در اینجا میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوشتین گیری به چی شرط کرد، قطعیش شرط کرد و چی گرفت برای گوسفند که یک گوسفند چه میگیره. پس میگوین که اگر که مکروه که میود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارو نمیکرد. پس سه بار همراهش گوشتین گرفت. در سومین بار رکانه چی گفت که در سومین بار که زدش، رکانه گفت که مرا پشت یگان کس مرا در گوشتین زدگی نبود به پشت. بعد گفت که این تو نیستی که با من گوشتین میگیری، این چی؟ این قوایی که تو داری قوای خودت نیست، یعنی قوای الله به تو داده است. پس در همینجا همین گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون گوسفندی که داشت همون را با دیوار گردان دادش. در همینجا امام سرخسی با چی میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوسفندا را با او دیوار داد، شرط کرد با دادش، یا که این وقتی که زبان درازی کرد رکانه پیغمبر دادش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکا گفت که همین کارا میکرد، هم خیلی کارا میکرد مثلا تا برای که ایمان بیارن. و اینها با همین دلیلشون استدلال میکنن برای چی؟ جایز بودن معامله با همراهی کافران، با عقدهای فاسد، یعنی با عقد فاسد یا که جایز است، عقدهای فاسدی که حرام هستند شرعا، یا با آنها جایز است که با کافران معامله کنی. با همین دلیل بیارن چی است؟ رهان، یعنی که شرط کردن که از نمود چی است؟ نمود قمار است. این محرم است در شریعت ما، تحریمی چی؟ تحریم، یعنی حرام است. این دلیل آوردن. پس اهل علم به همین دلیلشون پاسخ دادن. خلاصه در این قصه گفتن که چی؟ این قصه ضعیف است. قصه ضعیف است، خیلی که امام ابو داوود و ترمذی روایت کردن و امام ترمذی میگه که اسنادش یعنی که برپا نیست، صحیح نیست. در راوی همین حدیث یک انسان است، نامش ابوالحسن العسقلانی. گفت نه اینش شناخته شده است ابوالحسن العسقلانی، و همچنین میگه روایت شده است مرسل گفتیم سخن تابعی. از کی است؟ از سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر تابعی است. گفتیم که مرسل که از قسم های حدیث های ضعیف است در نزد جماهیر محدثا. و هم خیلیگر ابن حجر چی میگه؟ اسنادش صحیح است تا کیرا؟ تا سعید ابن جبیر. ای سعید ابن جبیر و پیغمبر اسنادش صحیح نیست. برای چی؟ برای که سعید ابن جبیر رکانه را در وقت چی نبوده است، ندیده است. یعنی این چی است؟ این سخن منقطع است. خلاصه با روایت ابی شیخ
و ابو نعیم ضعیفش گفتن اسنادش، همه خیلی دیگر روایت عبدالرزاق و ضعیفش گفته است. یک دیم جواب این است که برای حدیث که این از حکم‌های هست که منسوخ شده‌اند. برای چی؟ برای اگر بگیریم که پیغمبر قتل رکان در مکه گوشتین گرفته بود، در مکه پیش از آنی که آیتی چی فرآید؟ آیتی درباره عرق و درباره میسر در مدینه فرآمد. هم آیتی که درباره خمر است، درباره خمر و عرق است و درباره میسر است، قمار است. این در مکه نبود. در وقت حکمش یعنی که حکمش جایز بود، ولی حکم از الله آمدگی نبود. حکم حرام بدنش در مدینه اومد. بعد آن یعنی این حکم منسوخ کرد، آیت که اومد این حکم منسوخ کرد. این قول کی است؟ قول جمهور علما، یعنی کی قولی که شرط گذاشتن اگر بگیم که با رکانه قتل پیغمبر گوشتین گرفته باشد در مکه، بعد این حکم منسوخ بشود به چی؟ به آیتی که الله میگه که انما الخمر والمیسر والانساب، خمر و میسر بعد فاجتنبوه، دور بیسید از اینا در همین آیت در مدینه اومده است. یعنی که این حکم منسوخ کرد. این قول جمهور علما. دیم اگر این فعل جایز باشد تا روز قیامت جایز باشد و این در چی است؟ اگر بگیم و این در داخل است در چی؟ در شرط مباح. برای چی؟ برای که مقصود از همین گوشتینگیری این چی بود؟ این نصرت اسلام بود. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و چی گفت؟ هر یک چیزی که مباح باشد، روا باشد در نزد جماعتی از علما. خلاصه گفتیم که اگر که بنیت اسلام باشد، پیغمبر با گوشتین گرفت در آخر رکانه مسلمان شد. یعنی این جایز است بگیم. یعنی که یکم دلیل که حدیث ضعیف است، اینم چی است؟ مرسل است. دیم آنه که این اصلا حکمش نسخ شدگی است، اصلا در قول جمهور علما با آیات گفتیم. خلاصه سیم این یک شرط هست که مثل ما حدیث پیغمبر میگیم که از ابی هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و میگه لا سبق الا فی نصل او خف او حافر. پیغمبر صلی الله علیه و میگه یعنی جایزه یا که مکافات نیست مگر در چی؟ در نسل، در غولک زنی، یا که در چی؟ یا که در ازدوانی، که در چی؟ شتردوانی. حدیث در امام ابو داود و ترمذی است، حدیث صحیح است. خلاصه یعنی که همین سه جایز هستند برای اسلام. این دلیل شده نمیتواند برای آنها که بگن که چی جایز باشد. این دیم رد دیم دلیلشون. اهل علم میگن جایز است، اجباری ندارد این شرط. این در ربا نمیدراید. این در چخلی گفتیم. دلیل چهارم که آوردن با قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چخلی که امام ابن عباس رضی الله عنهما روایتش کرد و غیرش روایتش کردند. چخلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید الا وان كل شیء من امر الجاهلیه موضوع تحت قدمی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر میدهد که هر یک چیزی که از امر جاهلی است، یعنی امر جاهلی این پیش از اسلام است، چیزی که پیش از اسلام میکردن، چیز از امر احکام یا که امر جاهلی میگه چی؟ در زیر نعل یا که در زیر پام هست. یعنی معنا دارد که همه چی امری چی احکام جاهلی است زیر پام است. یعنی او را پیغمبر صلی الله علیه و آله میگذارد، یعنی که ترکش میکند، زیر پاش میکند. و ربا الجاهلی موضوع، و ربای جاهلی هم زیر قدم پام. و اول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. یا کم ربایی که زیر پام هست، پیغمبر میگه زیر پام یعنی حکمش زیر پام، یعنی حرام است. ربای چی؟ ربای عباس ابن عبد المطلب. همه ربایی که عباس میکرد وای هم زیر پام یعنی حرام است. همین حدیث دلیل آوردن. این نفرانی که میگویند که جایز است ربا در دارالحرب، همین حدیث دلیل میبرند، میگویند که عباس رضی الله عنه بعد که اسلام آورد مسلمان شد، بعد اون که اسیر بود در غزوه بدر اسیرش گرفته بودند و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم رخصت پرسید که به سوی مکه برگردد. بعد اسلامش، بعد که اسلام آورد به سوی مکه برگردد. پیغمبر به او اجازه داد که برود به سوی مکه. وقتی که مکه که آمد، در مکه تا زمان فتح مکه را کار میکرد. میگویند آنها میگویند که تا زمان فتح مکه را با ربا سر و کار داشت با همراهی مشرکا و همین کاری که میکرد این پنهانی نبود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گویا که میدانست همین کارا. پس وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را نهی نکرد، یعنی پیغمبر میدانست و گویا که میدانست او را نهی نکرد، این معنا دارد که جایز است ربا در دارالحرب با کافران. پس وقتی که فتح مکه کشید، مسلمان‌ها با سرداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کردند، در حالت دار اسلام کشید و برای همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم ربایی که عباس میکرد گفت که چی بعد فتح مکه یا که ربا را چی پیغمبر حرام کرد همشه، از جمله ربایی که را عباس هم کشه. اهل علمی که جمهور علما و دیگران برای این دلیلشان پاسخ میگردانند از چند جهت. یکم جهت میگویند که یکم پاسخ میگویند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چلی که گفت که یکم این ربایی که من او را زیر پام میگذارم این ربای چی است؟ ربای عباس ابن عبد المطلب است. چلی که گفتن در بالا که این حدیث، اما حدیث بالا گفتیم که در فتح مکه بود. نه، این در فتح مکه نگفت پیغمبر حدیث. پیغمبر همین حدیث کدام وقت گفت؟ در
آخران حجۃ الوداع، در آخران حج که رفته بود مکه، همین حدیث گفت، همین حدیثی که همه ریبای کی ریبای جاهلی و از جمله ریبای عباس زیر پام. در کدام وقت گفت؟ نه در فتح مکه، ولی در چی گفت؟ در حجۃ الوداع، در سال دهمی از هجری. یکم پاسخ برای آنها. پس دلیلشون یا که استدلالشون به همین حدیثی که عباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ابن عباس گفته است که عباس گفت که با ریبا سر و کار داشت با اهل مکه. برای چی؟ برای که دار حرب. نه، برای که اگر بگیم که عباس سر و کار داشت با ریبا در چی وقت بعد فتح مکه دار اسلام شد، وقتی که فتح شد و فتح کردن مکه پیش از این حدیث است. این حدیثی که پیغمبر گفت بعد فتح مکه با چند سال بود؟ قریب بیشتر از 2 سال بود پیغمبر حدیث گفت. یعنی که برای دلیل آوردن این دلیلش مراد میگیم که چی فتح مکه پیغمبر فتح مکه کرد، این حدیث نگفت. این حدیث بعد 2 سال او بیشتر از 2 سال بعد فتح مکه گفت، یعنی که وقت مکه دار اسلام بود، دار حرب نبود. این دلیلش رد کرده می شود. همه خیلی دیگر دویم دلیل همین است که و یگان دلیل قطعی نداریم که برای ما رسیده باشد که عباس رضی الله عنه میدانست که ریبا حرام شده است، ولی بعد حرام بدنش وای به مردم با ریبا سر و کار کرده. این شما یگان دلیل نیست که به ما رسیده باشد. ولی سیم پاسخ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ریبا را اضافه به چی کرد؟ به جاهلی کرد. گفت که ریبای جاهلی زیر پام. این برای ما ifade میکند که ریبایی که عباس سر و کار میکرد این پیش از اسلامش بود، در وقتی که کافر بود، او وقت در وقت جاهلیش و اون ریبا سر و کار داشت، نه بعدی که مسلمان شد. پیغمبر گفت که جاهلی این پیش از اسلام است، نه بعد اسلام. پس مراد از این حدیث همین است که عباس معامله میکرد با ریبا پیش از مسلمان شدنش، یعنی پیش از اسلام، پیش از مسلمان شدنش با ریبا سر و کار داشت، نه بعد اسلامش. و وقتی که پیش از اسلام مسلمان بودنش با ریبا سر و کار داشت و همون قرضایی که پیش از اسلام داده بود در دست مردم همون فایده هاش گرفتگی نبود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد عباس از چی؟ گرفتن همون فایده های ریبا، هم پرسنت را گرفتن شد. پیغمبر عباس من کرد. چرا که الله عز و جل چی میگه؟ و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم. اگر شما توبه کردید از ریبا، فهمید که ریبا حرام است، توبه کردید، پس شما با چی بگیرید؟ همون سرمایه خودتون بگیرید، هم پول قرض داده اید، پرسنتاش نگیرید، پرسنت حرام است. و همین طور دیگر امام نووی هم همین شرح میتید میگوید که جواب عباس میگه پیش از در جاهلیش پیش از مسلمان شدنش با ریبا سر و کار داشت. پس همین لفظه به همین مراد ما اگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمل کنیم این درست‌تر میشود. و یگان دلیل صحیح نیست که عباس مسلمان شد و بعدی مسلمان شدنش با ریبا سر و کار کرد، نیست یگان دلیل. اگر که ما فرض کردیم که عباس مسلمان شد و پس از مسلمان شدنش با ریبا سر و کار کرد، پس این معنا دارد که وی نمیدانست که همین ریبا حرام است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که همین قاعده را اقرار کند در همون روز. برای هم گفت که چی؟ ریبای عباس عبدالمطلب زیر پام. برای همین گپ زد. شاید که عباس نمیدانست که ریبا حرام است، با این سر کار میکرد. اگر فرض کردیم که کرده باشد، یک یگان دلیل نیست که و بعد مسلمان شدن سر کار با ریبا کرده باشد با همراهی قریشی‌ها. و همین خیلی دیگر دلیل پنجم آوردن. گفتن که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که با مشرکا شرط کرد، پیش از هجرت با مشرکا شرط کرد، وقتی که آیت آمد، وقتی که الله عز و جل آیت آورد که الف لام میم غلبت الروم آیت آمد، پس قریش گفت برای او وقتی جنگ بین فارسا و رومیا بود، گفت شما چی را میبینید؟ کی غلبه میکند؟ رومیا غلبه میکنن؟ کی گفت؟ ابوبکر گفت که بله رومیا غلبه میکنن. گفت که آیا تو میخوای که با ما شرط کنی که تو میگی رومیا غلبه میکنن؟ گفت بله شرط میکنم. پس قدشون چی کرد؟ مخاطره کرد، یعنی که شرط کرد. پیغمبر خبر کرد صلی الله علیه و سلم. پس پیغمبر چی گفت؟ که برو در همون شرطت باز زیادتی کن، یعنی پول زیادتر گذار. پس چی؟ ابوبکر همین کارا کرد و رومیا غلبه کردن فارسا را هم وقت. پس ابوبکر همون چی گرفت؟ همون چیزی که شرط کرد، همون پول شرط گرفت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازهش داد در این مسئله. این دلیل آورده استند. قمار است. اینم همین ته میگه چیز؟ این قمار است تو بین ابوبکر و مشرکای مکه قمار است. شرط کرده بودن و مکه در وقت داری چی بود؟ مکه داری حرب، داری شرک بود. این همین دلیل آوردن. یکم جواب برای اون کس پنهان نیست که در همون وقت مکه هم داری حرب نبود، در همون وقتی که شرط کردن. برای چی؟ برای در اون وقت اول جهاد فرض شدگی نبود اصلا. برای همین وقتی که ما را مکه داری چی گفتن نمیتونیم، داری چی؟ داری حرب. یکی این یکم جواب. دیم همه خیلی دیگر ما میتونیم بگیم که خیلی که بیامون قصه رکانه را ما جواب دادیم که جمهوری علما میگن که این قصه منسوخ میشود. برای که قمار گفتن کو میگه این قصه منسوخ است، همین حکم منسوخ میشود. برای چی؟ برای که این پیش از آمدن چی بود؟ پیش از آمدن و حرام شدن قمار. برای قمار در چی؟ در مدینه. اینو در مکه بودن و بعد اون مدینه که رفتن قمار چی؟ در مکه آیات اومد و عرق و قمار حرام
شدن. و بعضی اهل علم میگن که خیلی شرط ها جایزه برای نصرت دادن اسلام جایز است. بعضی اهل علم اینو میگن. این جواب برای این پنجم دلیل شد. و دلیل ششم میاره میگن که رواس عقدی فاسد رواس ربا باشد دیگر چیز در دار حرب. برای چی؟ برای که مال آنها مباح است. ولی این قولش هم درست نیست. میگن که پس برای آنها مباح، برای مسلمان مباح است که مال آنها رو بگیرد، نه که نه به واسطه خیانت، برای که خیانت حرام است. و این دلیل شونه ما چخلی که از امام شافعی میاریم، امام شافعی و امام نووی و دیگر اهل علم میگد که و همچنین حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله در این مسئله ما سخن میزنیم، جداگانه درس میکنیم درباره که در دار الحرب یا دار الکفر مال کافر دیدن جایز است یا نیست. در این مسئله ما سخن میزنیم. یک قول امام شافعی میاریم. فقط امام شافعی میگه در کتابش اگر مسلمان ها یا که مسلمان در آمد در دار حرب به واسطه چی؟ به واسطه که او را رد دادن، به یگان جنگ و جدال رد دادن، همچون مرد امین گفته رد دادن، همچون مهمان، پس باید دشمن از او در ایمن باشد تا آنی که همون انسان از همون دولت همون کافرها باید برود. همون مدتی که همون جا ایستاده است، همون مدت باید چی؟ از آنها را در ایمن نگه دارد و نیست برای اون مرد که همون در اومده در اونجا آنها را ظلم کند یا که خیانت کنه یا که مالش نگیرد. درست نیست. خلاص بعد این مسئله شرح میدیم. این بود خلاصه درباره همین دلیل هایی که آوردن. برای این برادران گرامی، برای همین دیدیم که من هر دلیلی که آوردن دلیلاشون درست نیستن و دلیلاشون رد کرده شدن و دلیلاشون قولی راجح نیست، قولی مرجوح هستند. برای همین وقتی که در عکس اختلاف کشمکش میشود ما باید به قرآن سنت برگردیم و قرآن سنت میگه که حرام است معامله کردن با ربا در دار الحرب و دار الکفر و دار اسلام، بین مسلمان و مسلمان و بین کافر مسلمان و کافر. برای همین درست نیست، حرام است. برادران گرامی، الله بترسید، از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.